درود بچه‌ها، رسیدیم به قسمت دوم یا پارت دوم از ویدیو ساخت دستگاه جوش آرگون. خب ما تو این قسمت میخوایم چند تا آزمایش انجام بدیم و شما را با یه سری نکات کار با دستگاه جوش آرگون و کارکردش به صورت عملی بیشتر آشنا کنیم. من همین اول یه نکته خیلی ریز و مهمی بگم، چون تو کامنت ها گفته بودن، بعد از دوستان گفته بودن با دستگاه جوش معمولی هم میشه جوش آرگون انجام داد. بله، با بعضی از دستگاه جوشی که ولتاژش بالاتر از 50 تا 70 ولت هست میشه این کار انجام داد، اما نکته که داره اینه که نوک الکترود شما برای بعضی از کار ظریف‌کاری معمولا تیز میکنن که خود اون قوس الکتریکی دقیقاً همون جایی اصابت بکنه که ما میخوایم. وقتی که ما به ما دستگاه جوش معمولی این کار میکنیم، برای راه اندازی اولیه ایجاد اون قوس باید حتما نوک اون الکترود بچسبونه اول به قطعه کارمون. دو تا مشکل ایجاد میشه. اولا که به دلیل اون جرقه‌ای که ایجاد میشه نوک تنگستانمون خورده میشه و از بین میره. نکته دوم اینه که سطح اون کار ممکنه اصلا یه کاری باشه که ظریف کاری باشه، یه ورق خیلی نازک باشه، ممکنه اون ورق آسیب ببینه یا نقطه جوش ایجاد بشه، نوک الکترود تنگستان به اون ورق نقطه جوش بشه یه لحظه. پس کلا کار مناسبی نیست ولی میشه انجام داد. این نکته اول. نکته دومی که برای کار با، چون الان ما میخوایم تو این ویدیو یه دستگاه جوشی هستش که ترانسی هست باش دستگاه جوش آرگون درست کنیم، تبدیل کنیم با آرگون. دو تا نکته اصلی دیگه هم داره اینجا. یکی از نکاتش اینه که دستگاه جوش ترانسی مثل دستگاه اینورتر محافظت اتصال کوتاه ندارن. دستگاه اینورتر میاد توانش رو کنترل میکنه، یعنی اون آی سی بورد کنترلی که هست یه فیدبک میگیره از اون جریانی که وارد اون ترانس تبدیل میشه داخلش، و اگه شما نوک الکترودتون اتصال پیدا بکنه، همون فناوری ضد چسبندگی میاد یه لحظه‌ای به صورت یه فرکانس PWM حالت روشن خاموش میکنه، قطع میکنه خروجیشو، همون باعث میشه راحت شما الکترود دوره جدا کنه از قطعه کار و دوره تلاش کنین برای جوش کاری. ولی ترانسفورماتور اینجوری نیست، هیچ محافظت روش نداره. شما اگه اون اتصال قرار صورت بگیره و اون جرقه ایجاد بشه، یهو دیگه نقطه جوش شد و ترانس تو حالت اتصال کوتاه پیدا کرد، یا فیوز میپره به دلیل اینکه جریان خیلی میره بالا تو حالت اتصال کوتاه، یعنی که کلا الکترودتون ذوب میشه، از بین میره به دلیل اون جریان خیلی بالا، یا اینکه اون قطعه کارتون آسیب میبینه. پس حواستون حتما به این نکات باشه. یه نکته دیگه اصلی که وجود داره اینه که دستگاه جوش آرگون معمولا با جریان‌های DC کار میکنه، یعنی با جریان متناوب کار نمیکنن. کار میکنن اما تا دلیل علمیشون براتون میگم که چرا خوب نیست یعنی با ولتاژ DC جوش کاری بشه، چرا بهتره با ولتاژ DC جوش کاری بشه و با جریان DC. ببینید دوستان، برای جوشکاری آرگون معمولا از جریان‌های DC استفاده میکنن. با جریان AC نمیشه. چرا؟ با جریان DC هم میشه ولی مشکل ایجاد میکنه توی کارمون. ها چه مشکلی ایجاد میکنه؟ الان دلیل علمیش خدمتتون توضیح میدم. ببینید، یه قانون و اصل فیزیک داریم، اینه که تو جریان‌های DC جریان از قطب منفی حرکت میکنه به سمت قطب مثبت. البته تو مدارها با تحلیل مدار فرق میکنه، یه قانون‌گذاری استاندارد دیگه گذاشتن که از قطب مثبت چیز شه، ولی تو حالت معمولی و ریل بر اساس قانون فیزیک جریان از سر و قطب منفی حرکت میکنه به سمت قطب مثبت. به همین دلیل توی ترانس‌ها و جریان AC چون مدام داره جای قطب مثبت منفی عوض میشه یا سیکلمون عوض میشه، مثبت منفی میشه، پس یه بار این منفی، یه بار این مثبت، یه بار این مثبت، این منفی، پس قوس الکتریکی که ایجاد میشه 50% حرارتش میفته رو قطعه کار، 50% حرارتش هم میفته رو الکترود. و اگه جای فیش ترانسمون رو عوض کنیم، فیش دستگاه جوشون رو عوض کنیم، تو جریان AC اتفاق نمیفته، هیچ فرق تفاوتی نداره. اما توی جریان‌های DC اون قطبی که منفی و الکترود منفی است و ازش الکترون خارج میشه، بیشتر از 60 الی 70% حرارت تو اون قطب ایجاد میشه و اون قوس الکتریکی که ایجاد میشه تو قطب منفی، و فقط بین 40 تا 30% حرارت توی قطب مثبت ایجاد میشه. و همین دلیل علمی باعث میشه که ما اون آرک پلاسما که داریم فرض کنیم 4000 درجه دماشه، بین 3 تا 5000 درجه است دیگه، بستگی به جریان ما هم داره. مثلا 3-4 در 1000 درجه دماشه
خب دمای 4000 درجه هیچ چیزی نیست که در موردش مقابله بکنه، هر چیزی باشه آب میشه. حتی خود تنگستان یه الکترودیه خاصیه که خب درجه دمای حرارتش بردن بالا ذوبش، مثلا بردن رو 3000 درجه، ولی خب اگه جای قطب منفی باشه بازم تنگستان ما آب میشه، بلافاصله شروع میکنه به آب شدن مثل یه الکترود به دلیل حرارت خیلی بالا. پس نکته اصلی اینجاست، ما اولا که جریان دیسی استفاده میکنیم که از قطب مثبت رو وصل کنیم به الکترونمون که 30% حرارت بیفته اونجا و بس اون قوس الکتریکی ایجاد میشه و الکترودمون آب نشه تنگستانمون. نکته دوم اینه که ما میایم با این حرکت، چون ترفند جوش آرگون همینه، جوش آرگون میاد دو تا قطعه یا همون فلز رو هم دیگه ذوب میکنه. میتونه البته یه الکترود دیگه از جنس خود اون فلز بن اضافه کنیم مثلا برای پر کردن چاله ها، ولی توی جوش عادی که نیازی به اون پر کردن نیست خود قطعه کار رو هم ذوب میشه، چون 70% حرارت اونجا ایجاد میشه و چیزی در حدود همون 3 الی 4000 درجه یا 5000 درجه حرارت رو قطعه کاره بلا فاصله ذوبش میکنه اون قطعه کارو. پس دو تا پوان مثبت داشته که راحت‌تر قطعه کار ما ذوب میشه رو هم، و نکته دوم که الکترودمون دیگه ذوب نمیشه. پس این دلیل استفاده از جریان‌های دیسی. خب حالا ما بعد چیکار کنیم؟ ما ترانسفورم AC میخوام توش DC استفاده بکنیم. چرا AC کردم؟ میایم از چیکار میکنیم؟ از دیود پول و دیودهای پول یا بریج استفاده میکنیم که اون جریان AC مون رو یکسو کنیم و دیسیش کنیم. البته این نکته رو در نظر داشته باشین، فرکانس کارکرد دستگاه سویچینگ یا دستگاه جوش سویچینگ بالاتر از 50 کیلوهرتزه، یعنی بین 30 الی 60 کیلوهرتزه. خب فرکانس کارکردش یعنی اون جریانی که القا میشه داخل ترانسفورماتور توی خروجی هست و اون قوس تمیزتر ایجاد میکنه. ولی اینجا ما فرکانسمون توی خروجی با وجود اینکه که دیود پول یا بریج گذاشتیم، چون فرکانس برقش هر 50 هرتزه توی خروجی میشه 100 هرتز، ممکنه که توی خروجی ما قوسمون نوسان داشته باشه، نوسان 100 هرتزی. پس بهتر یه خازن هم اضافه کنیم، ولی خازنمون باید ظرفیتش خیلی زیاد باشه که اون ریپل موجمون رو بگیره و بیشتر به جریان DC نزدیکش بکنه. توی اون دستگاه جوش اینورتر معمولا خازن نمیذارن توی خروجی، نیازی هم نداره. چرا؟ چون فرکانسش خیلی بالاست، اون ریپلی که ایجاد میشه خیلی ریزه، تو اون قوس زیاد تاثیر نمیذاره. ولی ما فرکانس هم هر چی میاد پایینتر بیشتر توی اون قطع وصلی قوس تاثیر میذاره. پس بهتره یه خازن صافی هم اضافه کنیم. پس این قرار کاری که ما انجام بدیم و این نکات دستگاه جوش بود که چجوری کار بکنه، کاربریش چیه. ما یه عکس هم اینجا اول قرار بدم قبل از این نکته. یه عکس اینجا قرار گرفته میشه الان، شما نگاه کنید. وسطیش جوش ACه که میبینید که یه عمق معمولی داره توی قطعه کار. اون سمتش جوشیه که الکترود منفی به قطعه کار متصل شده و باعث شده عمق جوش بیشتر بشه، چون 70% درجه حرارت روی قطعه کار بوده و این سمتی هم 70% حرارت روی الکترود بوده و 30% روی قطعه کار بوده و باعث شده که قطعه کار کمتر حرارت ببینه و جوشمون عمق کمتری داشته باشه. این هم یکی از دلایل دیگه است که اگه دقت کنید تو ترفندا یا تو اینسا جای دیگه میگن که اگه میخواین ورق نازکتری جوشکاری بکنید بهتره که قطب مثبت رو وصل کنید به قطعه کار و قطب منفی الکترود شما باشه. پس این نکته واقعیه و کار میکنه و توجه کنید که پاشش الکترودتون هم بیشتر میشه، چون خیلی حرارت بالاست. اون نوک الکترود سریع ذوب میکنه و پاشش مواد مذابش هم بیشتر میشه و این نکته رو خواستم اشاره کنم. و بعدش بریم سراغ تنگستان. من یه نمونه تنگستان نشون شما بدم که شما اصلا با تنگستان آشنا بشین. تنگستان یه همچین قطعه‌ایه، البته سایز داره، 1.14 داره، 2.6 داره، 3.14 هم داره و این سایز 2.6 2.4 فکر می‌کنم بعد ببینم، همون 2.14 و سراش اگه دقت بکنین حالت مخروطی شکل و نوک‌تیز نیست. برای مصارفی که حجم بالا جوشکاری میشه نیاز نیست اینو ما بتراشیم، ولی برای کارهای نازک‌تر و ظریف‌تر معمولا بعضی از دوستان میان سر این الکترود رو یکم تراش میدن یا با قیچی‌های مخصوصی که تو بازار هست، قیمتش هم خیلی بالاست، 2-3 میلیون تومانه، من سر اینو نوک‌تیز میکنن که اون فوکوس آرک پلاسما که ایجاد میشه رو قطعه کار بهتر باشه و بهتر قابل کنترل باشه. این یه الکترود تنگستانه که یه آزمایشش انجام میدیم، تست میدیم. و اما دو تا آزمایش اصل داریم. این آزمایش‌ها توی روند ساخت پروژه ما خیلی مهمه. چرا؟
توی تجربه کاری و کاربری به شما میده و یه تنظیماتی از قبل پیش‌فرض انجام میدین که بعد بیاد اون مدار اصلی رو بسازین، مدار کمکی که بر دستگاه جوش آرگونه، و روی دستگاه جوش معمولیتون سوار کنین. دوباره یه نکته ریز دیگه اشاره کنم، این که ما با گاز آرگون هم کار میکنیم. یعنی اون ترسی که الان عکسش اینجا میبینین که جلوش سرامیک داره، پشتش هم که یه نگهدارنده تنگستانه که تنگستان تموم میشه میره جلو. تنگستان زیاد تموم نمیشه ها، توجه داشته باشین خیلی دیر به دیر ذوب میشه سرش، ولی خب یه دسته ترشی براش آماده کردن. و اونجا هم یه گاز، یه لیشی رنگ اضافه تری داره برای خروج گاز آرگون از اون سر سرامیکی. گاز آرگون اولین کاری که میکنه اینه که باعث میشه خنک‌تر نگه داره سر الکترود ما رو و حرارت رو از الکترود، تمرکزش از الکترود برمی‌داره و بیشتر روی کار پخش میکنه. نکته دوم، اون گازها و دوده ها و یا اون چی اصطلاحش بود، یا اون دومین نکتهش این بود که حرارت رو بیشتر روی قطعه کار متمرکز میکنه به دلیل اون گازی که به سمت جلو میاد، یه گاز نجیبه. اون حرارت رو به سمت جلو میده و بیشتر روی قطعه کار ما متمرکز میکنه. و سومین نکتهش به دلیل اون گازهایی که ایجاد میشه در حین جوشکاری که در اثر اکسید شدن یا فیروانفجارات دیگه شیمیایی بر اثر اون پلاسما که ایجاد میشه روی قطعه کار، اونا رو باعث میشه از روی قطعه کار دور کنه و یا کلا تمرکزش رو قطعه کار بزنه کنار. دیگه اون حالت پرتابی داره دیگه گازش. گازهای سمی رو دور میکنه و همچنین از جلوگیری میکنه از اکسید شدن، یعنی درصد اکسید شدن رو میاره پایین‌تر. اون گاز آرگونه. پس دو تا کار اصلی میکنه. و نکته چهارمش هم اینه که اون قوس الکتریکی که ایجاد میشه توی حالت معمولی شما یه قوس الکتریکی ایجاد بکنین تقریبا ناپایداره. حالا حتی اگه شما نوکتون هم تیز باشه، نوک الکترودتون، اون قوس الکترودی یه جورایی ناپایداره، ولی این گاز نجیب باعث میشه تو اون گاز قوس الکتریکی فوکوس و پایداری بیشتری داشته باشه و بیشتر مستقیم باشه روی قطعه کارتون. پس نمیذاره قوس الکتریکی جابجا بشه روی قطعه کار، چون معمولا توی دستگاه جوش آرگون یه چند فاصله چند میلیمتری داره اون الکترود با اون قطعه کار، نمیچسبه الکترود، به خاطر همین اون فاصله ایجاد میشه. تو حالت معمولی اگه اون گاز نباشه، اون قوس الکتریکی شروع میکنه به اختشاش و ممکنه فوکوسش از اون قطعه کار برداشته بشه. و یه نکته پنجم دیگه هم وجود داره، اینی که کمک میکنه قوس الکتریکی برقراری رسانه‌های بهتری داشته باشه با اون قطعه کار و پایداری و اتصالش بهتر باشه، قطع نشه وسط کار. ممکنه یه بادی باشه یا توی گاز هوای جو اتمسفر، چون میدونی که انواع گاز قاطی ان دیگه، ممکنه بر اساس اون نوسان و اون هوایی که هست یا هر منطقه‌ای که هستیم با هر آب و هوایی که هست، اقلیمی که هست، ممکنه این درست برقرار نشه پلاسما قوسش یا قوسش قطع بشه. غیر از این که ممکنه دلیلش دستگاه باشه، دلیلش ممکنه به گازتون هم مربوط باشه. اگه گازتون خیلی کم باشه این قوس ناپایدار میشه یا قطع میشه، پس باید گاز بیشتر استفاده کنید. و توی کیفیت جوشکاری هم تاثیر داره که همه اینا رو تست میکنیم ما توی ویدیو آخر که دستگاه جوشمون تست میکنیم. و الان با یه سری کاربرداش آشنا میشین. شما دو تا تنظیم اصلی داره اینجا. تنظیم اول مربوط میشه به اون مدار های ولتاژی که توی ویدیوی اول پارت اول توضیح دادم. اون مدار های ولتاژ باعث میشه تنگستان شما هنوز به مدار نزدیک نشده و نیاز نیست بچسبین تا اون قوس ایجاد بشه. فرض کنید فاصله 3-4 میلیمتری نگه داشتین، یه های ولتاژی میاد با ولتاژ مثلا 20 کیلو ولت، یه جرقه از سر الکترود میزنه به قطعه کار و اون قوس الکتریکی ایجاد میشه و اون هوا تو باریکه یونیزه میشه و جریان برقرار میشه. بلا فاصله که این جریان برقرار میشه با های ولتاژ، حالا جریان اصلی هم همراه باش میاد. اون جریان بالاتر با ولتاژ پایینتر با اون قوس الکتریکی میاد و اون قوس پلاسما ایجاد میشه. پس اون مدار های ولتاژ هم باید تنظیم باشه و بسازیم از قبل، که اونم آزمایشش آماده کردم و نشونتون میدم و فوتوفناش رو بهتون آموزش دادم چجوری بسازین و چجوری تنظیمش کنین. نکته دوم اون سیمپیچ بودش که بهتون گفتم، اون ترانسپورت تبدیل هم اون ولتاژ بالا رو سویچ میکنه، جریانش رو سری میکنه با جریان اصلیمون به صورت ایزوله شده و هم باعث میشه قوس الکتریک ما پایداری بیشتری داشته باشه. یعنی چی؟ ما ممکنه چون ولتاژمون پایینه دیگه، مثلا بین 50 تا 70 ولت یه قوس ایجاد میشه، ممکنه یکم الکترود رو
تکون بدیم حتما که نباید مثلا تو فاصله 1 میلیمتری این قوس حرکت ایجاد بشه دیگه. ممکنه الکترود 1.5 میلیمتر بشه یا یه ذره تکونش بدیم، یا مثلا الکترود کشیده بشه کم بریم عقب، ممکنه این قوس قطع بشه. ما اون خاصیت خود القایی اون ترانسفورماتور استفاده می‌کنیم. خود القایی یعنی یه تکسینگ پیچه که بهتون توضیح دادم، جریان برگشتش میاد توش القا میشه و کمک میکنه یه ولتاژ بالاتری پشت مدار میندازه، باعث میشه اون قوس الکتریک ما اتصالش پایدار باشه و قطع نشه، ولتاژش بالاتر باشه، ولتاژ پس زمینش، ولتاژ پسیوش. و اینجوریه که از این نظرم این آزمایش رو ما انجام بدیم. الان این آزمایش انجام بدیم و کاربرد این خاصیت خود القایی به شما نشون بدیم و فرقش رو بهتون نشون بدیم، بود و نبودش چه تفاوتی داره. خب قبل از که بریم سراغ بخش آزمایش‌ها، من تورچ دستگاه جوش آرگونم تهیه کردم از قبل و یه عینک جوشکاری که توضیح خیلی سریع روش میدم که آشنایی داشته باشین با تورچ و تو قسمت‌های بعدی با تورچ کاملا کار می‌کنه. ببینید تورچ دستگاه آرگون تشکیل شده از چند تا قسمت. البته من این تورچ استاندارد معمولی خریدم از شرکت تمانجمه و یه شیر این تنظیم اینجا داره. فقط یه نکته که وجود داره، این تورچ از نوع میکرو سویچ دار نیستش، چون بعضی از تورچ ها میکرو سویچ هم دارن روشون، اون میکرو سویچ که برای شروع کار نیاز داریم. ولی ما میایم به میکرو سویچ تو قسمت بعدی اینجا تعبیه میکنیم و بهتون میگیم بعد چجوری این کار رو انجام بدیم. ولی در کل بخوایم خیلی ساده با دستگاه تورچ کار بکنیم، اینکه اول جلوش سرامیک داره که این سرامیک پیچی باز میشه و این هم یه لاستیک نگه دارنده است و این سرامیک رو میتونید بستگی به کارتون که کار شما ظریف کاری باشه یا کار درشتر باشه، این سرامیک خیلی مهمه که تغییرش بدین، چون باید حجم گاز بیشتر باشه یا کمتر باشه. و این هم یه کلته که این کلت رو نباید تغییر بدین. این کلت از سایز 1.14 تا 4 میلیمتر رو الان این استانداردی که روشه ساپورت میکنه. حالا چجوری ساپورت میکنه؟ این شکلی عزیزان من، اینجا یه نگهدارنده الکترود تنگستن داریم و داخل این کلت اون سه نظامه که نگه می‌داره تو الکترود ما رو وجود داره. از این سوراخ ما الکترود تنگستن رو داخل میکنیم و از اینجا میتونیم تنظیم کنیم که چقدر بیرون باشه و این نگهدارنده هم وقتی که پیچش رو محکم کنیم این دیگه تکون نمیخوره به هیچ وجه و اینکه اون سرش هم که بهتون گفتم باید یکم بتاشین و تیز بشه. به همین صورت البته این گردن متحرکه، یعنی میتونید گردنش رو تکون بدیم. این از این و اینم یه نقشه داره که اگه به مشکل برخوردین تمام بخشش رو توضیح داده. اگه دوست داشتید میتونید تهیه کنید. قیمتش حدوداً 3 میلیون تومانه. اما این عینک خیلی واجبه، چون توی جوشکاری آرگون معمولا مجبور میشین یه بعضی از چاله ها رو با الکترود پر بکنین، یعنی از جنس همون فلز، الکترود از جنس همون فلز و نیاز دارین دو دست کار بکنین. اگه بخواید دو دست کار کنین حتما به عینک نیاز دارین که اتوماتیک خودش با یه شیشه رفلکسر سیاه کنه و چشم شما رو اذیت نکنه. اگه دقت کنین و اینجا معلوم باشه، من اینجا با یه فندک تست میگیرم. همچنین که میبینین بلا فاصله که فندک اینجا روشن میشه، این خودش شیشه رفلکسر سیاه میکنه. به درد خیلی جوشکاری میخوره و عینک‌های پیشرفته‌تر و نقابش هم هست. خب حالا دیگه بریم سراغ بخش آزمایش‌ها. بدون معطلی بریم آزمایش اول رو انجام بدیم. مهدی جان اگه نیاز داره دور تنظیم کنید تنظیم کن، نشه دیگه من بلندش آزمایش انجام. خب ما این اول این چودن فکر کنم نمیدونم جنسش چیه، چودن فکر میکنم درجه حرارت بالای تحمل میکنه. ما برای اینکه مواد مضاوم توش بریزیم استفاده میکنیم که از طرف آقای میرحسینی هم هست، به مجموعه ما اهدا شده برای کار آموزشی. مرسی دستشون درد نکنه. خب توی این آزمایش ما اول میخوایم قطبیت مثبت منفی رو تست بکنیم، ببینیم آقا الکترودی که این طرفه با الکترودی که این طرفه کدومش زودتر آب میشه، آیا واقعا قطب منفی زودتر آب میکنه، درجه حرارت بیشتری داره. الان تست میکنیم با هم متوجه میشیم. آزمایش بعدیمون هم این خواهد بود. این البته مهمه ها، این نکتهش اینه که شما همیشه قطب مثبت وصل کنید به تنگستانتون، قطب منفی وصل کنید تنگستانتون آب میشه. حتما قطب مثبت. اگر هم میخواین درجه حرارت کمتری رو قطعه کارتون ایجاد بشه، نکته اول جریان دستگاهو کم میکنین که پلاسما با جریان کمتری ایجاد بشه. نکته دوم که گازتون بیشتر میکنین مقداری، که البته گاز زیاد توصیه نمیشه، ممکنه یه سری تغییراتی توی جوش شما ایجاد بکنه تو کیفیتش. خب من اول میام چون تنگستانم میخوام تست کنم تو این کار، ببینم واقعا تنگستان ذوب میشه یا نه یا فقط سرخ میشه.
اول میام 2 تا پرچ رو تست میکنم. بذار پرچه رو از این ور بزنم که راحت‌تر ذوب بشه، طول نکشه. خب یه توضیح هم در مورد آزمایش بدم بهتون همین اول کار. ترانسفورماتی که ما اینجا گذاشتیم، اول میایم با ولتاژ 12 ولت تست می‌کنیم. یه 12 ولت حدوداً 150 آمپر 100 آمپر اینجا داریم و این هم یه ترانس لامپ گازیه، یه ترانس تقسیم پیچیه و 400 وات هم هست. از ظرفیت خود القاییش استفاده می‌کنیم برای این آزمایش که نشونتون بدیم. اولین آزمایشی که من انجام میدم ولتاژ برق شهر رو متصل میکنم. خروجی این ترانسفورماتور برق 12 ولت هم اتصال کوتاه کردم. چرا؟ یه جور محافظ ساختم برای خودم تا توان بین 2 تا 3000 وات حالت اتصال کوتاهش این ترانسفورماتور تحمل کنه، واسه میشه فیوز من بالا نزنه، چون نیاز دارم جمع جریان زیادی به ورودی بدم. پس محدود کردم با این جریان. فعلا نقشش اینه، جریان رو محدود کردم. من میخوام مستقیم برق شهر رو بیارم اینجا دی سی کنم تو این، چون خازن من 400 ولت 2700 میکروفاراده و اینجا 2 تا پول دیود 100 آمپری دارم، بالای 100 آمپر 120 آمپر، ولی خب من 100 حساب میکنم که 200 آمپر پول دیود با هم موازی شده دیود پول. و آخر سر اومده قطب مثبت این خازن با این سیمپیچ سری شده و میخوایم خاصیت خود القایی این ترانس و این مجموعه رو بررسی کنیم. خب بریم برق رو متصل بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا دستکش‌های معمولی استفاده میکنم، کارم راه میفته. خب من دستکش رو پوشیدم، از 2 تا دونه انبردست استفاده میکنم برای عایق کاری بیشتر. خب ما قطب منفی خازن رو دست میگیریم و اون قطب پرچم البته این نوکاش فولادیه ها، اون قطب پرچم میگیریم و فقط ناکنین ولتاژ ما اینجا با مولتیمتر نشون میدم بعدن بین 200 تا 300 ولته. فقط کافی یه جرقه اتصال اولیه برقرار کنید تا اون جریان خود القایی ایجاد بشه. حالا این چه اتفاقی میفته؟ خب کافیه. من سعی کردم این آزمایش رو شما نشون بدم. حالا اگه دوربین مشخص باشه ببینید این پرچه چقدر ذوب شده سرش، این پرچه چقدر سرش ذوب شده. اگه دقت کنیم پرچ که قطب مثبت ما بود و با خازن و ترانسفورماتور سری بود کمتر ذوب شده. یعنی اینجا 70% دما افتاده روش، اینجا 30% دما، الا 40% دما. اگه دقت کنید. پس قطب توی جوشکاری خیلی مهمه. این آزمایش اول. آزمایش دومم یعنی بحث دوم که توی آزمایشی که برقرار شد این بود. شما دیدین یه جرقه اولیه صورت گرفت ولی اون آرک رو دیدین چه اتفاقی افتاد؟ آرک ایجاد شد برای اون بعد از اون اتصال، اون آرک پلاسما به دلیلی بود جریان برگشتی این ترانسفورماتور داشت تخلیه میشد این وسط جریان برگشتیش و اون فرکانس بالا رو من و شما نمیتونیم با چشم قادر نیستیم ببینیم. اون فرکانس چیه؟ یه بار اون آرک ایجاد میشه، جریان داخل ترانسفورماتور القا میشه، دفعه بعدی اون قطع میشه اون جریان و جریان برگشت ترانسفورماتور میاد داخل اون 2 تا قطب تخلیه میشه. این اتفاق میفته در حقیقت. پس این آزمایش اول ما ولتاژ بالا تست کردیم که قوسش زیاد بشه شما ببینید. با ولتاژ پایین‌تر هم کار میکنه، مثلا 24 ولت 30 ولت. من اینجا تست کنم یه قوس کوچولو ایجاد میشه. پس اون مشکلی نداره. این از این. این از آزمایش اولمون. بدون معطلی میریم سراغ آزمایش دوم که آزمایش های ولتاژه. بزن بریم. خب دوستان اینم از آزمایش دوم. 2 تا آزمایش که آزمایش قبلی که انجام و این آزمایش جزء مدارات اضافه که است بعد به دستگاه معمولتون اضافه کنید. این آزمایش دوم آزمایش های ولتاژ مونه، یکی از بخش اصلی دستگاه آرگونه. حالا من توضیح اول از کارکرد این مدار بدم. اینجا ما تغذیه سویچینگ داریم که ولتاژ 24 ولت ما رو تعیین میکنه. اینجا یه درایور قطببند ZVS داریم که تو 50 تا از ویدیوام آوردیم، خیلی درایور خوبیه برای کوره القایی و انواع کارا و بقیه چیزا استفاده میشه، کلا برای سویچ زنی دیگه. اینا ترانس فلای بک تلویزیونی های ولتاژ که البته دیود داخلش سوخته چون یه دیود داخلی اینا دارن و یه دیود خارجی گذاشتیم. یه دیود هم داشتیم که تو آزمایشام سوخت، ولی دیود نداریم و مجبور شدیم 40 تا دیود رو با هم سری کردیم که 40 کیلو ولت برق رو بتونیم یکسو کنیم. به خاطر همین اینجوری شده واسه این آزمایش. مگر نه این نباید اینجوری بشه، مثلا باید با یه دیود سطحش هم میومد این بخش.
جریان یکسو شده های ولتاژمون رو اومدیم توی خازن‌های آبی، جنسش مرغوبه، خازن‌های های ولتاژمون 4 کیلوولت، 3 4 تا 12 کیلوولت. البته بیشتر از 3 کیلوولت تحمل کنه خازن، تا 5 کیلوولت آسیبی نمی‌بینن. 5 الی 6 کیلوولت شاید هم بیشتر. و توی این خازن‌ها ذخیره می‌کنیم، ولتاژمون دی سی میشه و بعد اینجا یه اسپار گپ داریم. اسپار گپ کارش اینه که از یه فاصله الکترود که قابل تنظیم هست، من اینو تکون میتونم بدم، تنظیم هست، اون جرقه ایجاد بشه یا اون اسپارک، و بتونیم روی این ترانس تبدیل سویت زنی انجام بدیم و جریانمون رو القا بکنیم و توی خروجی سیمپیچ خروجیش جریانمون ظاهر بشه. سیمپیچی که الان برای روی ترانسفورماتور پیچیدم 2 تا دونه 10 دوره با سیم قطر 1 میلیمتر. این برای آزمایش، چون برای ترانسفورماتور، برای اون ترانسفورماتور اصلی که برای اون دستگاه جوشه آرگون میخوایم، سیم پیچی که ثانویه اون هست بعد قطرش خیلی زیاد باشه، چون ازش جریان اصلی ترانسمون عبور میکنه. باید حداقل 200 آمپر تحمل عبور جریانش باشه اون سیم پیچ ثانویه‌اش. ولی سیم پیچ اولیه‌اش میتونه همین قطر 1 میلیمتر یا حتی کمتر هم باشه، اون مشکل ایجاد نمیکنه. ولی اینجا از یه قطر استفاده کردم برای آزمایش دیگه. اینجا من آمدم حدوداً 1 سانتی متر جرقه با اسپارک گپ توی ورودی القا میکنم، توی چند دور سیم، توی 10 دور سیم پیچ. این حرکتی که ما زدیم ترانسفورماتور یکم تلفات هم داره. خب برای همین شاید مثلا اگه توی ورودی 20 کیلوولت بدیم تو خروجی 15 کیلوولت بدیم، تلفاتش توی های ولتاژ بیشتر هم میشه، مثلا با این مدل سویت زنی که داریم با اسپارک گپ انجام میدیم، چون نمیشه زیاد مچینگ کرد اون رزونانس رو ایجاد کرد. میشه خیلی نزدیک کرد به اون رزونانس مچینگ القایی، ولی خب زیاد نمیشه چون ما داریم با اسپارک گپ کار میکنیم. ولی خب تو خروجی یه ذره پس بهرهمون کمتره. ما توی خروجی 15 کیلوولت داریم. نکته جالب بعدیش اینجاست، من اومدم توی 10 دور سیم پیچی تو خروجی مثلا 15 کیلوولت میگیرم. خیلی چیز عجیبیه. شما فرض کن چند دور سیم پیچ باشه توی خروج مثلا دارن 4 5 میلیمتر جرقه میزنن، چیز عجیبه. ولش کنیم بگذاریم بریم سراغ تست آزمایش. این از توضیحاتش بود، مقداری که بستم اینجا. پس یه سویت زنی انجام میدم روی سیم پیچ، تو خروجی ظاهر میشه. بریم تست انجام بدیم. یه جرقه ایجاد شد. تو ویدیو معلوم بود من اینجا داشتم 7 میلیمتر آرک یا جرقه تو ورودی میدادم، تو خروجی داشتم 4 میلیمتر تقریبا جرقه میگرفتم. خب این باعث میشه اتفاقی بیفته شما اون الکترود تنگستن تو به قطعه کار نزدیک کنید، در حد 4 میلیمتر خود اون آرک ایجاد میشه، اون جریان برقرار میشه. پس اینم از این آزمایش. پس حالا چجوری از این استفاده کنیم؟ فقط کافیه این سر خروجی ایزوله شده، چون ما های ولتاژ نمیتونیم تو حالت معمولی سری کنیم که تون های ولتاژ معمولا سیم پیچش نازکه. الان بخواستم اون کارو میکرد، اگه اون کارو بکنم بعد این سیم پیچ این های ولتاژ سری میکردم با ترانس اصلیم با اون جریان بالا. به دلیل اینکه تو خروج جریان بالا نیاز دارم و هم ولتاژ بالا، میام های ولتاژمو به صورت ایزوله سری میکنم با جریان خروجیم. چجوری ایزوله کنم؟ با ترانسفورماتور ایزوله که سیم پیچ خروجیم کلا ایزوله است، با هر قطری با هر متریالی خاصم میتونم بپیچم. که ما توی آزمایش بعدی، توی یعنی پارت بعدی که میخوایم بسازیم مداراتشو، یا آزمون خطایی انجام بدیم و به یه نتیجه میرسیم و کالیبر میکنیم تعداد دور سیم پیچمون چقدر باشه و قطر سیم پیچمون چقدر باشه بر اساس تجربیات. الان برنامه نشون دادم دیگه. پس الان من اگه اون ترانس های ولتاژ بیارم یا ترانس دستگاه جوشم که زیر میزه بیارم رو میز و این سیمو سری کنم با جریان اصلی، اتفاق نمیفته و نشتی هم صورت نمیگیره. ولی الکترود جوشمو نزدیک کنم به قطعه کارم، بلافاصله پلاسما ایجاد میشه و بدون که الکترود بچسبونم به قطعه کار، چون یکی از چالش‌ها اینه که الکترود هی میچسبه اگه خنک باشه، هی میچسبه بعد اون جرقه اولیه رو ایجاد بکنه که سرش سرخ بشه بتونه جوش کاری بکنه. با این کار دیگه اون جرقه، اون سر اول که قرارش بچسبونه اتفاق نمیفته راحت. یعنی رو دستگاه جوش معمولی هم میتونید سوار کنید باش جوش کاری بکنید، راحت سرش جرقه میزنه و کار میکنه. فقط مراقب باشین، فکر میکنم برق بگیره سرش. ولی خب یه تست میکنم خودم. یکی تست بکنم. فکر میکنم آخه تو بعضی از سایت‌های علمی پژوهشی زدن که جرقه تو خروجیش برق گرفتگی ایجاد نمیکنه. یعنی کسی دست به سرش بزنه برق نمیگیرتش. یه تست ریز بزنم اتفاق نمیفته. ممکنه برام اتفاق نیفته، ممکنه اتفاق بیفته. حالا یه تست میزنیم. اشکال نداره. حالا یه لحظه. واقعا این تست هم ریاله. میخوام بزنم. به تو بزنم.
آره بیا ببینید یه سوزش خیلی ریزی داره، یه لحظه کوچولو میگیره ولی اصلا برق‌گرفته شدید نداره. پس از این نظرم استاندارده، چون جریان خیلی بالایی نداره که دچار برق‌گرفته شدید بشین، فقط ولتاژش بالاست، جریانش پایینه. یه بار دیگه تست میکنم دیگه، خاطرم جمع شده. آخه قطعاً داره درخت نمیزنه به دستم، معلومه. ببین یه شوکی خیلی ریزی ایجاد میکنه خب، ولی اصلا آسیب بهتون نمیزنه، هیچ نگران پس نباشیم، کاملا استاندارده. پس اینم از این آزمایش. امیدوارم از این توضیحات لذت برده باشین و براتون مفید باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین حتما این دستگاه جوش آرگون رو بسازین، به ویدیوهای بعدی مراجعه کنین و منتظر ویدیو آینده باشین جذابش. توی 2 پارت بعدی قراره دستگاه رو بسازیم و حتی تستش بکنیم و آموزش جوشکاریش هم بدیم. نه میخوام 4 تا پارتش کنم. 3 تا پارت. باشه تو پارت سوم دستگاه رو میسازیم، بعد یه تستش میکنیم. ممکنه 1-2 ساعت طول بکشه پارت سوم، شاید هم بیشتر. اشکال نداره، تو 3 تا پارت دستگاه رو میسازیم، تستش هم انجام میدیم، سعی میکنیم خودمون یکم باهاش حرفه‌ای بشیم، چون خودم تا حالا کار نکردم با آرگون. تورش و کپسولش رو میارم، یه جوشی باش بزنم، حالا نشونتون میدم دیگه. دوستتون دارم، موفق باشین، خدا نگهدار.